زمین، تنها سیاره‌ای که ما آن را خانه می‌نامیم، جایی که هر نفس ما، هر قطره آب و هر ذره زندگی به آن وابسته است. سالها پیش انسان‌ها به این فکر افتادند که باید از این خانه مشترک محافظت کنند. به همین دلیل روزی به نام روز زمین نامگذاری شد. روز زمین روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط این کره خاکیابی است. این روز به نامش مسمی شد تا به ما یادآوری کند که زمین فقط یک منبع نیست، بلکه یک امانت است. روز زمین برای این نام گذاری شد تا انسان‌ها به اهمیت این سیاره بیشتر توجه کنند و بدانند که منابع زمین محدود است، اما مسئولیت ما نامحدود. اما امروز این امانت در خطر است. تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، کاهش منابع آب، تخریب جنگلات و از بین رفتن تنوع زیستی، همه اینها نشانه است که زمین دیگر مثل قبل نفس نمی کشد. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا شاید خیلی دیر باشد. اما امید وجود دارد. هر اقدام آگاهانه و هر تصمیم مسئولانه می تواند آینده بهتر بسازد. روز جهانی زمین مبارک باد. برای ما این روز بیانگری ای است که مسئولانه فکر بکنیم و بیاندیشیم و عمل بکنیم و با در نظر داشته قوانین، اصول علمی، معیارهای ملی و بین المللی و همچنان دانش محلی خدمات پایدارتر و بهتر ارائه بکنیم. در دایره سبز موارد متذکره جزئی از ارزش‌های عمده ماست و از این طریق ما میتونیم که به دولت‌ها، نهادها، شرکت‌ها و جوامع ارزش‌های ماندگار خلق کنیم. در دایره سبز ما این مسئولیت را جدی گرفته ایم. ما برای حفاظت از زمین کار میکنیم. از ارزیابی کیفیت هوا و آب تا ارائه راه حل‌های پایدار برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی. با ارائه خدمات مشاوره محیط زیستی، ارزیابی کیفیت خاک، آب، هوا و صدا، توسعه راه حل‌های انجینری پایدار و کمک به بهره برداری مسئولانه منابع طبیعی، ما تلاش می‌کنیم تا پروژه‌ها نه تنها توسعه یابند، بلکه با زمین در هماهنگی باشند. امروز در روز جهانی زمین ما در دایره سبز به اهمیت زمین و محیط زیست تاکید می‌کنیم و با شعار توسعه و پایداری و با فعالیت‌های خویش سعی می‌کنیم در پروژه‌های توسعوی از آسیب به محیط زیست جلوگیری کنیم و آسیب‌های احتمالی را به حداقل برسانیم. روز جهانی زمین مبارک. زمین یکی از منابع اساسی و عمده انکشاف و توسعه به حساب میاد. ما در شرکت انجینری و مشورتی دایره سبز فعالیت‌های مختلفی در جهت انکشاف و توسعه زمین و استفاده مؤثر از زمین داریم که از او جمله برنامه‌های در راستای انکشاف و توسعه پایدار زمین مانند برنامه‌های آموزشی در بخش‌های پرورش زنبور، پرورش ماهی و همچنان بخش‌های دیگه انکشاف و توسعه زراعت داریم. روز زمین مبارک. امروز روز جهانی زمین است. روزی که به ما یادآوری می‌کند که حفاظت از محیط زیست مسئولیت دولتی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است که از هر فرد شروع میشه. روز جهانی زمین مبارک. ما 22 اپریل یا روز زمین را بیشتر فرصتی درباره تأمل درباره وضعیت زمین و مسئولیت‌هایی که داریم در قبال از او میدانم.
و ما در دایره سبز در تلاشی از این هستیم که با ارائه خدمات پایدار نظیر نظارت بر آلودگی آب و هوا و همچنان تستای کیفیت یا آب و خاک و لابراتوارهای خاک کوشش داریم که سهمی که در قبال محافظت از زمین داریم ادا کنیم. ما باور داریم که توسعه واقعی بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست. زمین تنها میراث ما نیست، آینده است که باید از آن محافظت کنیم. دایره سبز همکار استراتژیک توسعه و پایداری شما